در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را بگو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، هم از خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاس میگوییم که این لحظات و این فرصتها را برای ما و شما مهیا ساخت و نماز جمعه، جلسه درس قرآن، خلاصه همه این فیض و فیوزات و برکات همه از فضل الله سبحانه و تعالی هست. سپاس از او ذاتی که این همه فضل و نعمت را شامل حال من و شما گردانید. در آیات 226 قرار داریم یا 27 از آیات سوره بقره. در آیات گذشته بحث قسم بود که قسم گفتیم که به سه قسم میشد. قسم لغو بود یا یمین لغو، یمین منعقده و یمین غموس. در ادامه بحث قسم یک نوع قسم دیگر الله سبحانه و تعالی بیان میکنه از این آیه مبارکه للذین یؤلون من نسائهم. این نوع قسم میگن ایلا. ایلا یک نوع قسمه. حالا این چگونه قسمیه؟ کسی قسم میخوره و قسم یاد میکنه و برای همسر خو میگه که من دیگه به تو نزدیک نمیشم. وقتی قسم رو یاد کرد این میگن ایلا. کسی که قسم بخوره که من دیگه با همسر نزدیک نمیشم، این ایلا کرده، حالا قسم خورده. حالا این چنین شخصی چی حالتی داره؟ چه کار باید بکنه؟ وقتی به خانه عصبانی شد، به همسر قسم یاد کرد که دیگه ما با تو نزدیک نمیشم، حالا این چی راهی را در پیش بگیره؟ این آیه مبارکه برای ما بیان میکنه. در ابتدای سوره بقره گفتیم که در سوره بقره احکام زیاد بیان میشه. اینا همه احکامه. بعد از مسئله ایلا بحث طلاق می آید که امروز به جامعه ما متاسفانه خیلی از انسانها به این قضایا بی تفاوتن. اصلا از کنار این قضایا خیلی عادی میگذرن خیلی از انسانها. این شخصی که ایلا کرد، مفسرین و فقها و اینها میفرمایند که این دو راه در پیش داره. دو راه را مد نظر بگیره. اول این که فوراً قسم خور بشکنه. وقتی قسم خورد که من دیگه با تو همسر نزدیک نمیشم، فوراً قسم رو بشکنه. قسم رو که شکست، بعد از شکست قسم کفاره قسم رو بده که باز بعداً کفاره قسم بیان میشه. در جز هفتم کفاره قسم در او جز بیان میشه، در ابتدای جز هفت. و خلاصی و همینه که تا جز هفت برسیم والله اعلم 5 من گندم کفاره قسم خور بده. راه دومی اینه که این شخص اگر قسم خورد تا 4 ماه به همسر نزدیک نشد، به مجردی که 4 ماه تکمیل بشه، به نزد احناف
علمای احناف خصوصا حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، به نزد علمای احناف با تکمیل شدن 4 ماه زن طلاق میشه، خود به خود زن طلاق میشه. دیگه لازم نیه که مرد بعد از 4 ماه بیایه برای زن بگه که من تو طلاق میدم، و یا زن ادعا کنه که تو الان 4 ماه شده و بالاخره نزد من نیامدی، مرا طلاق بدی. به نزد علمای احناف 4 ماه که تکمیل شد، به مجرد تکمیلی 4 ماه بین زن و شوهر جدایی می آید. که این آیه مبارکه بحث ایلا، ایر میگن ایلا از لحاظ شرعی قسم ایلا قسمیه که شوهر قسم یاد میکنه که من دیگه با همسر نزدیک نمیشم. یک راه اینه که فوراً قسم رو بشکنه، کفاره بده، مشکل حله. راه دومی اگر 4 ماه طول کشید و با همسر نزدیک نشد، به نزد علمای احناف جا در جا طلاق می آید. اما از این قضیه بعضی دیگه برداشته کردن، بعضی برداشته کردن، خصوصا انسان هایی که موافق با جماعت تبلیغ نیان، برادرای دعوت و تبلیغ آزار میدن، اذیت میکنن به این طریق. چون برادرای دعوت و تبلیغ 4 ماه میرن، 7 ماه میرن، 1 ساله میرن. بعضی برادرای دعوت و تبلیغ آزار میدن که اینها که 4 ماه به خانه خونیان، خدای نخواسته زن طلاق شده. اما خیلی مهمه، نیت خیلی مهمه. یک شخص میره به تجارت، 1 سال به خانه خونه میآیه، زن طلاق نمیشه. یک شخص میره به کار و به دنبال نفقه اهل و عیال، شاید 5 6 10 سال بالاخره نتونه به خانه و سر زندگی بیایه. یک مرد میره به جای حبس میشه 10 سال به زندانه و 10 سال با همسر نزدیک نشده. این بس به این ارتباط نداره. یا مثلا اگر به درس میره، به تدریس میره، یک جوان زن داره محصله، برای بورسیه آماده، میره بالاخره 3 سال 4 سال به طلب درس و تحصیل و اینها میره. راه دعوت که راه مبارکیه، راه تحصیل راه مبارکیه. پس در این قسمت 4 ماه جدا شدن از همسر، به این نیت کسی قسم بخوره که من دیگه با تو نزدیک نمیشم. ها اگر زن بالاخره زن و شوهر با هم دعوا کردن، گفت که من قسم خورد که من دیگه با تو نزدیک نمیشم، رفت 4 ماه به دعوت، رفت 4 ماه بالاخره به تدریس، رفت 4 ماه بالاخره به تجارت، قسم هم خورده بود، این در تحت این حکم شامله. اما در غیر از او، از این آیه مبارکه برداشت نشه که کسی 1 سال از خانواده خود دور بود تحت این آیه مبارکه شامل باشه. نه خیر، چنین نیست. بلکه این قسم ایلا، کسی قسم بخوره، شوهر قسم بخوره که با تو زن من دیگه نزدیک نمیشم، تا 4 ماه نزدیک نشد، چون قسم خورده بود، اینجا طلاق می آید، جدایی می آید. اما باید یک نکته اشاره کنیم، دور بودن از سر فامیل عواقب خوبی نداره. دور شدن از سر زن و فرزند و اینها عواقب خوبی نداره. باید متوجه باشن هر کس که هست، تا خیلی ضرورتی پیش نمی آیه. دنیا اینقدر ارزش نداره که آدم به خاطر 4 روپیه دنیا و بالاخره زن و بچه رها کنه، 1 سال 2 سال بره بالاخره در مملکت ها و اینها زن و بچه بی سرنوشت باشن. چی خوبه که هر انسانی بلندسر زن و بچه خوب باشه. اگر دعوت میکنه، اگر تبلیغ میکنه، بهترتر همینه که زن و بچه و اینها رو اصلاح کنه. اما اگر کس رفت به تجارت، به دعوت، به تدریس، بالاخره به جهاد، به هر عنوانی که رفت که نیت قسم را نداشت، تحت این آیه مبارکه شامل نیه. اختیار خوردار شخص 1 سال 2 سال 10 سال بالاخره. اما بهترتر گفتیم همینه که بلندسر زن و بچه خود باشه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روزی در کوچه ها عبور میکردن، امیرالمؤمنین بودن، دولت پادشاه امروز که نبودن که بالاخره ملت به بیرانی برای خود اینا قرار خواب باشن. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در کوچه ها عبور میکردن، بالاخره صدای یک زن شنیدن که میگه همسرم دیر آمد و دیر شد و بالاخره چنین و چنان و همین بحث ها داشت.
حضرت عمر رضی الله تعالی می آیند پیش ام المؤمنین حضرت حفصه دختر خود. حضرت حفصه صدا میکنن چون زوجه پیامبر بودن، صدا میکنن که یک سوال از تو دارم ای دختر من، یک زن تا چند وقت میتونه دوری شوهر رو تحمل کنه؟ حضرت عمر رضی الله عنه از حضرت حفصه سوال میکنن. حضرت حفصه میگن که زن تا 4 ماه میتونه دوری شوهر رو تحمل کنه، بعد از 4 ماه نمیتونه. شاید مشکل بالاخره برای از او پیش بیاید. بعد از این شنیدن این حرف حضرت عمر که از حضرت حفصه شنیدن، حضرت عمر اعلان میکنن که دیگه هیچ یک از سربازا حق ندارن که وقتی در صفوف جهاد و مبارزه و اینها هستن، چی در سمت رومن چی در سمت فارسن، در هر جایی که هستن، هر سربازی که 4 ماه از خانه خود دور بوده به جایش دیگر کس تعیین بشه و او بیایی به خانه خود. این فیصله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود که در 4 ماه در جهاد، از 4 ماه بیشترتر خلاصه در جهاد هم بیشتر استادگی نکنه، بیایی به خانه کنار زن و بچه و بالاخره کنار همسر مدت زندگی کنه و پس بره. در این آیه مبارکه همین اشاره میکنه بحث ایلا. للذین یؤلون من نسائهم، برای کسانی که یؤلون سوگند میخورن، قسم یاد میکنن، من نسائهم از چی؟ از نزدیکی با همسران قسم یاد میکنن. تربصو، وقتی که اینا قسم خوردن، تربصو در بری از اینا انتظار کشیدنه. چی وقت؟ 4 اشهر، 4 ماه. کسی که قسم خورد 4 ماه این انتظار بکشه. فإن فاؤوا، اگر بازگشتن، اگر همین مردی که قسم خورده بود رجوع کرد به همسر خود که قسم رو میشکنه و کفاره میده، فإن الله غفور رحیم، خدا آمرزنده و مهربانه، خداوند دور ببخشه. قسمی که خورده کار خوبی نکرده، خداوند آمرزنده و مهربانه. اما و ان عزم الطلاق، اگر به 4 ماه نزدیک نشدن و قصد طلاق داشتن و قصد طلاق کردن، فإن الله سمیع علیم، خدا شنوا و دانایه، خدا همه میدانه، خدا همه میفهمه، نیک شنوایه، خوب شنوایه. خدای تبارک و تعالی رمز و رموزی که در دل و فکر انسان خطور کنه خدای تبارک و تعالی میدانه و میفهمه و علیم و دانایه. بعد از این آیه مبارکه طلاق، وقتی که حالا 4 ماه تیر شد، زن طلاق شد، وقتی طلاق شد زن عده داره، باید عده چه کار کنه؟ سپری کنه. عده زن مطلقه به 2 نوعه. یک نوع اینه که اگر حامله بود زن تا وقت وضع حمله، اگر یک زن حامله بود امروز شوهرش او طلاق داد، فردا طفل به دنیا آمد، عده پاک شد، عده تمام شد. اگر امروز نطفه بسته شد و فردا طلاق داده شد، این زن باید 9 ماه انتظار بکشه تا طفل به دنیا بیایه. یک نوع عده. عده زن مطلقه، زنی که طلاق داده میشه، دوم اینه که 3 حیض پشت سر کنه، 3 حیض پشت سر کنه. این آیه مبارکه همین موضوع بیان میکنه. حالا عده چی حکمت ها داره؟ یک زن 9 ماه بالاخره اگر حامله بود انتظار بکشه، یک زن بالاخره 3 ماه انتظار بکشه. همین عده چی حکمت ها داره؟ مفسرین و فقها و اینها بیان میکنن. اول احترام به شوهره، همین عده به شوهر یک احترامیه. زن عده سپری میکنه ولی احترامی به شوهره. اگر طلاق رجعی بود، به تحت عده بدون حرف و گپ و گفت مرد میتونه پس رجوع کنه، مشکل حل میشه. دوم، اختلاط نسب به وجود نمی آیه. اگر یک مرد امروز زن طلاق بده،
فردا کس دیگری او رو به نکاح بگیره، 8 ماه 9 ماه بعدم طفل به دنیا بیایه، حالا این طفل از کدام شوهر خواهد بود؟ پس حکمت دیگر عده اینه که اختلاط یعنی خلط و مخلوط نسب به وجود نمی آید. سوم حکمت اینه که همین مدت عده که 3 ماه هست به اندازه 3 حیض هست، اینه که مدت فکر کردن برای زن و شوهره. زن و شوهری که با عشق و محبت ازدواج کردن، زن و شوهری که با یک دنیا از محبت کنار هم دیگر قرار گرفتن، حالا شیطان آمد وسط از اینا و وسوسه و کار و کار و کار تا به مرحله طلاق رسید. شریعت میگه که عده این حکمت داره که زن و شوهر فکر کنن. وقتی زن هم بره به بستر خالی تک و تنها، مردم بره به بستر خالی تک و تنها، شب چکار کنه؟ وقتی ستاره های آسمان بشماره، انمونجی به فکر میفتکه که من سخت چی اشتباهی کردم، چه کار کردم. یک فرصتیه که زن و شوهر فکر بکنن. زن و شوهر با هم شب 1 روز 2 روز 10 روز 1 ماه فکر کنن، بعد از فکر پشیمانی دست میده، میاین پس رجوع میکنن. این حکمت های عده که زنی که عده سپری میکنه. این آیه مبارکه میگه والمطلقات، زنانی که طلاق داده شدن، زنی که طلاق شده، زنان مطلقه، اینا چه کار کنن بعد از طلاق؟ یتربصن، انتظار بکشن، به انفسهن، خود اینا انتظار بکشن به نفسهای خود. چقدر؟ 3 قروء، 3 حیض، 3 حیض انتظار بکشن. ولا یحل لهن، حلال نیه برای زنها ان یکتمن، این که پنهان کنن. چی پنهان کنن؟ ما خلق الله، آنچه که الله آفریده، فی ارحامهن، در رحمهای زن. یعنی زن اگر خود زن میدانه اگر حامله بود، وضع حمل خورد و بالاخره طفلی که در بطن داره 2 ماهه 3 ماهه، وقتی که او شوهر طلاق میده، حالا این زن چکار کنه؟ بره سقط جنین کنه. خب شوهر چی میفهمه؟ شوهر چی میدانه؟ یا حیض رو بپوشه، از 3 ماه به سر 2.5 ماه بگه که خلاص عده ما گذشت. این الله سبحانه تعالی میگه که حلال نیه که زن چکار کنه؟ عده زود تمام کنه یا او چیزی که در رحم او چکاره بپوشانه. این به چی ارتباط داره؟ ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر کسی با ایمان باشه، ایمان به خدا و روز آخرت داشته باشه، که نمیپوشه. اگر زنی که ایمان به خدا و آخرت نداشته باشه، و قصه ادم نیه، فکر ادم نیه. این نکته آخر آیه چقدر زیبا بیان میکنه که ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. خب در اینجا چی بکاره؟ ایمان بکاره، ایمان بکاره. این کن، اگر باشن این زنها، یعنی معتقد به خدا و دین و پیامبر باشن، خب دقیق متوجه ادخو هم هستن، خب دقیق متوجه او طفلی که در بطنشان هست متوجه از او هم هستن. این کن یؤمن بالله والیوم الاخر و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. حالا طلاق رجعی بود، بعدن طلاق و اینها توضیح داده میشه. حالا اگر زن و شوهر پشیمان شدن، شوهر پشیمان شد، وقتی پشیمان شد به شرطی که طلاق رجعی باشه، و بعولتهن، شوهران از اینا، احق بردهن، مستحق تر از دیگرایان، یعنی مستحق و حق اولیت شوهریو داره، پس میایه به او رجوع میکنه. اگر طلاق با این بود او نکاح میکنه. فی ذالک، در این باره، در این مدت، این ارادوا اصلاحا، به شرطی که اراده اصلاح داشته باشن. چنین نیه که اراده اذیت را داشته باشه، اراده خدای نخواسته ظلم و ستم. این ارادوا اصلاحا، اگر اراده اصلاح داشتن، اراده نیکوکاری داشتن، حالا چکاره؟ شوهر بر ازی رجوع میکنه. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف،
برای زنان هست مثل که برای مردان هست، علیهن بالمعروف، بر ایشان به طریق شرعی. چگونه؟ مثل که مرد حقی داره زن هم حقی داره. چنین نباشه که انسان ها به این فکر باشن که فقط زن که مرد به خانه آورد ای مثل یک کالای خریده شده، ای حالا به منزله یک نوکر هست، به منزله یک آشپز هست، به منزله یک رختشو هست، به منزله یک نونپز هست، به منزله بالاخره یک کنیزیه. بیا نون خور بخور و بالاخره کار خور بکن، بس نظر حق نداری نظر بدی، حق نداری مشوره بدی، حق نداری. بالاخره این آیه مبارکه میگه نه، مثل که تو مرد احساس میکنی که حق داری به سر زن، متوجه باش که علیهن بالمعروف و هم به سر تو حق داره. طریق شرعی، شریعت حقوقی برای زن و مرد تعیین کرده که فکر میکنم یک هفته مختص ارتباط به حقوق زن و شوهر در گذشته صحبت شد. باز در آینده اگر عمر باقی بود و وقت بود اشاره میکنیم. زن و مرد به گردن همدیگر حق دارن هر دو، ولی رجال علیهن درجه، برای مردها نسبت به زنها یک درجه هست. والله عزیز حکیم، خدای تبارک و تعالی غالب و با حکمت هست. قبل از اینکه وللرجال علیهن درجه توضیح بدیم، ارتباط به طلاق به سه قسمه. این احکام خیلی مهمه، خیلی مهمه، به خاطر از اینکه این یک بحثیه که دیگه جبران نداره، دیگه دوباره جبران نمیشه. طلاق به سه قسمه: طلاق رجعی، طلاق بائن و طلاق مغلظه. به اصطلاح فارسی ما و شما بین عوام و مردم اینها که مشهوره، یک طلاقه و دو طلاقه و سه طلاقه. این به بین عموم مشهوره. حالا طلاق رجعی چگونه طلاقیه؟ طلاقیه که طلاق رجعی شخص برای همسر خو یک مرتبه میگه تو طلاقی، یک مرتبه، نه 100 دفعه، یک مرتبه میگه طلاقی. زن طلاق شد، 10 روز، 15 روز، 2 روز، 5 روز، یک هفته بعد بالاخره هنوز عده سپری نشده، این یک رن متوجه اشتباه خود شد، پس رجوع میکنه، نکاح نمایه. وقتی رجوع کرد چه کار میشه؟ مشکل حل میشه. این میگن طلاق رجعی. طلاق دوم طلاق بائنه. طلاق بائن یا با لفظ سری دو طلاق میده، 2 مرتبه لفظ طلاق به زبان میاره، یا کنایتا میگه وخی برو بخونی بابا، وخی بالاخره دیگه طور نبینم. اما در نیت اینه که همین لحظه اگر به این نیت بود که من اعصابم بالاخره ناراحت، وخی از دم روم تیر شو، بالاخره نمام طور ببینم، باز 1 ساعت بعد تصمیم دارم ببینم، این مشکل نداره. اما نیت خیلی مهمه. برو بخونی بابا برات چی؟ دیگه نیا، دیگه طور نبینم. اگر کنایه به زن گفت و نیت یا طلاق بود، این طلاق میشه طلاق بائن. طلاق بائن زن و مرد از هم بیگانه میکنه، زن و مرد از هم بیگانه میشن. اینا به مجردی که 2 دفعه گفت یا کنایتا گفت، اینا از هم دیگر بیگانه میشن. وقتی بیگانه شدن باز اینا پشیمان میشن. وقتی پشیمان شدن، بعد از پشیمانی اینجی مثل که شخص قبلا رفته خواستگاری کرده، دوباره این مرد از این زن باید خواستگاری کنه. اگر زن قبول کرد خیلی خوب، اگر قبول نکرد اختیار خود داره، شریعت برای از او اجازه داده. اما هر دو با هم دیگر توافق و بالاخره پس حضور شاهدین میشه و خطبه نکاح خوانده میشه و پس دوباره ای با این زن ازدواج کرده. بیگانه شده بودن به هم دیگر، پس زن و شوهر شدن. سوم خیلی مهمه، طلاق مغلظه.
طلاق مغلظه طلاقیه که به یک مرتبه ماشر چه کار میکنه؟ پنجر میبره رو ضربه، به اصطلاح فیر کردن، تکفیر نیه، ضربه. هم یک مرتبه از دهن خو بیرون میکنه 10 و 150 و بالاخره. این چه کاره؟ این از بیگانه هم بیگانه تر میشه. 3 مرتبه که به زبان خورد فرق نمیکنه. بعضی انسان ها چی میگن؟ اولا 3 دفعه بیشتر نگفتن. فرق 3 تا 100 نیه. 1 مشکلی رو حل میشه، 2 مشکلی رو حل میشه، 3 از بیگانه تر میشه، دیگه راه نیه. به هیچ عنوان دیگه راه نیه. راهی که باز بعداً توضیح داده میشه که به بین جامعه متاسفانه یک حرف بعد حرف انسان به زبان خوب بیاره، بحث حلاله. اگر مرد غیرت داشته باشه که به زبان خود نمیاره. پس این 3 قسم، رجعی، با این مغلظه. به رجعی رای هست، به با این رای هست، به مغلظه دیگه کار تمام میشه. وللرجال علیهن درجه. بحث طلاق ادامه داره، باز بحث های دیگر میآید. ارتباط وللرجال علیهن درجه، مردها بر زنها فضیلت دارن، یک درجه هست. این چگونه درجه‌ایه؟ امروز متاسفانه میگن دین، اسلام و قرآن، بعضی از زنهای سادله و یا بالاخره انسانهایی که از دین و اسلام و قرآن آگاهی ندارن میگن اسلام حق ما رو پایمال کرد. چرا؟ یعنی در قرآن گفته وللرجال علیهن درجه، بر مردها فضیلتی نسبت به زنها یک درجه. خب این درجه چگونه درجه؟ این درجه‌ای که در قرآن آمده، این درجه دنیویه، نه درجه اخروی. در دنیا در تمام عرصه های زندگی نیاز به یک رهبره، نیاز به یک امیره، نیاز به یک تصمیم گیرنده. حالا در یک مملکت رئیس جمهور یک فردیه، خب رئیس جمهور شده دیگه، باید تصمیم بگیره. در یک ولایت یک شخص ولیه، قماندانه، باید یک تصمیم گیرنده باشه. همین تمام مردهای دنیا دیگه باید دعوا کنن که چرا فلانی ولی شده ما نشدیم، چرا فلانی رئیس جمهور شده ما نشدیم، چرا یک درجه نسبت به ما بالاخره پیدا کرده. خب قانون و نظام خداوندی به هم میخوره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در یک راه اگر 3 نفر میریم، 1 نفر به عنوان امیر انتخاب کنیم که سفر شما بدون دردسر باشه. اگر در سفر کسی امیری نداشته باشه، چه کار؟ 3 نفرن، بعد به یک سرایی که برابر بشن، هر 3 نفر یکی میگه به ایرا بریم، یکی میگه به ایرا و یکی میگه به ایرا. امیری که داشته باشن، امیر میگه مستقیم به میرا بریم، 2 نفر دیگه هم متابعت میکنه. پس 1 نفر باید تصمیم گیرنده باشه. حالا در جریان فامیل و خانواده، که خانواده یک جامعه کوچک که می جامعه بزرگی که ما و شما میبینیم تشکیل از همین جامعه خانواده شده، در اینجا یک تصمیم گیرنده به کار داره. تصمیم گیرنده کینه؟ مرد. آخر آیه میگه والله عزیز حکیم، خدا غالب و با حکمته. تفاوت‌های بین زن و مرد خیلیه. اصلا ما نمیتونیم بگیم که زن و مرد با همدیگر مساویان و برابرن. از لحاظ جسمی برابر نیان، از لحاظ فکری برابر نیان. خب برابر نیان. وقتی برابر نبودن، این دلالت بر پستی زن کنه میکنه. یک مثال ساده بیان میکنم، ساده به خاطر که همه بفهمیم. یک قسم موترای از می کو سنگ میبره به شهر، سنگای عجیب و غریبی میندازن داخل از یا بالاخره به شهر میبرن. قیمت یو هست 1 لگافقنی. 1 لگافقنی. موترای لنکروزری که بالاخره عجیب و غریبی که بعضی به کوچه و بازار میبینیم، او قیمت یو هست 1 لک $. خب به خاطر که او 1 لک $، بیاریم او سنگ بار کنیم دیگه.
امکان داره که همون موتر $1,00,000 همین کار موتر سنگکشیر بکنه؟ خدای تبارک و تعالی مرد در غوله آفریده، کار کنه خسته نمیشه. از صبح تا شم مرد بیل میزنه، شب میای راحت میخوابه. اما مرد وقتی که به خانه میایه شب، زن آخیش اوفیش شانیمه دستمه چکار شده؟ هیچ، خانه رو جارو کردم. تفاوته، خیلی تفاوته. والله عزیز حکیم، خدا غالب و با حکمته. این پستی زن رو نشان نمیده، این زیبایی زن رو نشان میده. زن جنس لطیف نازک طبیعت، اما مرد که کارهای شاقر انجام میده. سرپرست خانه وقتی که مرد قرار گرفته دزد به هر خانه‌ای که داخل شه، کی در مقابل دزد استاده میشه؟ مرد که استاده میشه. مرد که از ناموس دفاع میکنه، از مال دفاع میکنه، از خانواده دفاع میکنه، تا این که بالاخره یا شهید میشه یا دزد از بین میبره. پس در این قسمت که میگه وللرجال علیهن درجه، مردها بر زنها فضیلت دارن، این فضیلت دنیویه. اما در عرصه اخروی هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، هیچ فرقی. هر انسانی که با تقوا بود به نزد الله ارزش داره. فرعون زنی بود یا مردی؟ فرعون مردی بود، برابر پشه به نزد الله ارزش نداره. آسیه همسر فرعون زنی بود یا مردی؟ زنی بود، اما چنان با الله عشق میورزه که میگه رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا من در جوار تو خانه میخوام. خداوند امور میپذیره. امروز دنیا به عایشه صدیقه، به خدیجه الکبری افتخار میکنن، ازواج مطهرات، اینها زنن. به فاطمه الزهرا دنیا افتخار میکنه، خیر النساء اهل الجنه میشه، اینا زنن. زن 1 روپیه در راه الله خیرات بده، مردم 1 روپیه بده، از کدام یک بیشتر قبول میشه؟ هر کدام به اخلاص تر باشن، هر کدام از خدا بیشتر بترسن. مرد هم 5 وقت نماز میخوانه، زن هم 5 وقت نماز میخوانه. روزه رمضان به مرد هم هست، به زن هم هست. حج برای زن هم فرض میشه، برای مرد هم فرض میشه. موقع جهاد که نفیر عام بشه، برای زن هم بالاخره لازم و ضروره که از دین الله دفاع کنه، مردم لازم و ضروره که از دین الله دفاع کنه. وقتی اعلان نفیر عام شد در سوره انفال میخوانیم، وقتی که یعنی جهاد فرض عین بشه، دیگه قطعا لازم نیه که زن بیایه به شوهر بگه من به جهاد برم یا نرم، بدون اجازه باید بره در راه الله جهاد کنه. پس فرق این درجه‌ای که در اینجا بیان شده، درجه دنیوی، درجه اخروی نیه. یعنی اینطوریه که به صحرای محشر بگن که مردها نمره اعلا 60، زنها به خاطر که زنم 40. نه، هر کس در دنیا تقوار پیشی خوب سازه، چه کاره؟ عزت در دنیا و آخرت از آن اونه که انشاءالله بعدا هم بیشتر توضیح داده میشه. وللرجال علیهن درجه، برای مردها یک فضیلت و درجه هست. متوجه باشیم این درجه دنیوی نه اخروی. اخروی نیه، درجه اخروی به نزد الله سبحانه و تعالی زن و مرد تقوای، پرهیزگاری، خدا ترسیه. هر کس از خدا بیشتر بترسه، خدای تبارک و تعالی برای از او بیشتر قرب و منزلت میده. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اما امروز متاسفانه زنها نمیفهمن. خیلی واقعا جای عجیبه، خیلی تعجب میکنه. امروز زنها تشویق میکنن که زن مترونی یاد بگیره، زن مترونی یاد بگیره. خیلی جالبه، رئیس جمهور مترونی میکنه، وزیرا مترونی میکنن، یک تاجری که خیلی بالاخره تاجر باشه مترونی میکنه، یک آدمی که صاحب رسوخ باشه مترونی، مترونی میگیره. هر شوهر مترون زن خونه. اما زن چی میگه؟ نه، من
آقایی نمام، باداری نمام و بالاخره ما باید یک متروانی باشم. خود امروز زنها تشویق میکنن که شما بیایید، قرآن میگه وقرن فی بیوتکن، شما در خانه مستقر باشیم، از خانه بیرون نشیم. امروز زنها به نام ورزش، چند روز پیش متاسفانه از مرکز افغانستان طوری که خبرها اینا یک تیمی از ورزشکاران دختر اینا خبرها میگفت اینا عازم هند شدن، برفتن به هند که از اونجی با افتخار کامل مدال بیارن. تو پدر، تو مادر، تو فامیل خبر داری مدال میاره، اما در هند عزت، عفت، پاکدامنی، شرف همه رو به جا میگذاره. نص سری قرآنه. زنی که درشی بکنه، لباس ورزشی بپوشه، به حضور اجنبی را بره، از این کشور به این کشور سفر کنه، یک مدال شیطانی میگیره، 10 مدال خدایی را از دست میده. 10 مدال خدایی. خدا مدال داده به زن، عزت، شرف، آبرو، همه اینها، عفت، پاکدامنی، اینا مدالهای خدادادی برای زنها. اما زن چی میگه؟ نه، عزت نمام، عفت نمام، پاکدامنی نمام، چی مام؟ بی حیایی، رسوایی. یک اهل بیگه که زنگ زدی به نام مدال، همین ما. عجیبه عقل کجایه؟ بزرگترین نعمت برای هر مسلمان عقله، هر مسلمان عقله. قرآن با ما دشمنی نداره، قرآن با زنان مسلمان و زنان دنیا دشمنی نداره، دوستی داره، دوستی داره. زن بی حجاب تا با حجاب زمین تا آسمان فرقیونه. دختر بی حجاب، خیلی دختران بی حجابی به خانه ماندن که اصلا خواستگار نمی آیه، اصلا خواستگار ندارن. ولی دختران با حجاب اگرچه صورت و بالاخره زیبای ظاهری نداشته باشن، خیلی زود به خواستگاری، چون جوانان مسلمان همیشه به فکر دینن، به فکر اسلام و قرآنن، نه به فکر یک همسر بی‌حیا. وقتی همسر بی‌حیا نصیب انسان شد، فرزند بی‌حیا تربیه میکنه. اینجا آیه مبارکه میگه وللرجال علیهن درجه، بر مردها درجه دنیوی نه اخروی. خواهر مسلمان، با خدا ارتباط برقرار کن، همچون آسیه به نزد الله ارزش پیدا میکنی، همچون خدیجه به نزد الله ارزش پیدا میکنی. خدیجه کی هست؟ یک زن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه نشسته بودن، جبرائیل علیه السلام آمد گفت که یا محمد صلی الله علیه و سلم، شخصی به خانه داخل میشه، کاسه غذا به دست داره، سلام الله را برایش بگو و بگو الله از تو راضی شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم انتظار، چشم به دروازه کی خواهد آمد، کدام صحابه از ازواج مطهرات، کدام یک. ناگه متوجه شدن که ام المؤمنین خدیجه الکبری وارد خانه شدن. خدا میگه بر خدیجه سلام بگو. خدا تو خواهر مسلمان سلام کنه بهترتره یا هند و اروپا و دشمنان الله؟ کدام یک؟ قضاوت به دست خودتو. خیلی باید متوجه باشیم که امروز به تک تک خانه ها و بالاخره هی الان تبلیغات میشه که زن باید بیرون بشه، زن باید به بازار بره، زن باید ورزش کنه، زن باید قدیفه نداشته باشه، زن باید چادر نداشته باشه، زن بالاخره هی تبلیغات زهراگین خور، آمپول های زهرالود خور دشمن هی ترزیق میکنه. اما اینجی شخص مسلمان و آگاه و واقفی میخواه که از عقل خود کار بگیره که به نفع منه یا به ضرر منه. فاطمه الزهرا چرا خیر النساء اهل الجنه شدن؟ تنها به این واسطه نبوده که اینها دختر پیامبرن، تنها به این واسطه نبوده، خود اینا قرب، منزلت، جایگاه به نزد الله از تقوایی که داشتن پیدا کردن. تو دختر مسلمان چگونه میگی من فاطمه رو دوست دارم که با لباسهای چسب و اینها حرکت کنی از یک کشور به کشور دیگه؟ فاطمه الزهرا، علی مرتضی صدا میکنه بیا علی جان،
من که از دنیا رفتم چند وصیت دارم. یک وصیت من اینه که وقتی من از دنیا رفتم مر به نیمه شب دفن کن که داخل تابوت کسی قد و اندام مر نبینه، داخل تابوت کسی نبینه. تو چگونه میگی من پیرو فاطمه الزهرایم؟ پیرو فاطمه الزهرا صحرای محشر نگاه کرده میتونی طرف فاطمه الزهرا، طرف عایشه صدیقه، طرف خدیجه الکبری، آیا نگاه کرده به طرف آسیه میتونی که آسیه بگه من به آغوش کافر بودم با خدا ارتباط برقرار کردم، تو از آغوش مسلمان کافر شدی؟ تو در آغوش مسلمان. به اینه که باید خواهران مسلمان خیلی متوجه باشن. این آیه مبارکه میگه ولی الرجال علیهن درجه، خواهرها تشویش نکنن که این درجه اخرویه، نه، درجه دنیویه. درجه اخروی فرق بین زن و مرد نیست.